سلام، اونم چه سلامی. آقا امروز موشکافی میکنه براتون وضعیت سیدعلی رو که دولا داره میره واسه دور سوم مذاکرات. کار علی گدا تو دور سوم به گدایی احترام از 5 به علاوه 1 کشیده. سیدعلی بابا تو دیگه شور ذلت رو در آوردی که. وزیر امور خارجه ایران همچنین یک شنبه در مصاحبه‌ای گفت جمهوری اسلامی ایران نیازی ندارد که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته شود، چون این حق را بر اساس NPT دارد. محمد جواد ظریف تاکید کرد توقع ایران در دور جدید مذاکرات ژنو فقط احترام به این حق غنی‌سازی است. آی توله های بسیجی ساب مرده، اینم از آقای دیلاقتون. بدبخت اونقدر بزبیاری آورده که حالا به یه احترام خشک و خالی راضی شده. این گدایی رو از زبون ظریف شنیدی، حالا بیاین از زبون خرچنگ نظامم بشنوید. انتظار می رود مذاکره کنندگان در برابر تحقیر ملت از سوی باراک اوباما و غرب موضع بگیرند و به آنها بگویند با زبان تحقیر به ملت به جایی نخواهند رسید. ملاحظه کردی؟ دیگه خبری از خورخورهای همیشگی خرچنگ نیست. میگه اوباما جان مادرت این عضوای ذلیل مرده رو بیشتر از این تحقیر نکن. حالا بریم سراغ اون یارو بروجردی که خیر سرش تیم مذاکره شیخ پری رو واسه ژنو 3 توجیه کرده. خونه آخر این مجموعه مذاکرات این بود که ما از شورای امنیت خارج بشیم که خیلی نکته مهمی است، تحریم‌ها به طور کامل برداشته بشه و در روند این تحولات هم توافق بکنیم با این قید بسیار مهم که حتما غنی‌سازی به عنوان حق مسلم ملت ایران و حق قانونی ما که در ماده 4 عهدنامه NPT تصریح شده است هیچ تغییری نکنه. دیکی تو دیگه چه شنگول براری هستی؟ بدبخت تو همین خونه اول مجموعه مذاکرات عمامه سیدعلی داره به فنا میره، تا جایی که جیغ شربت مداری هم در اومده. بعد تو فکر خونه آخری؟ بابا خونه اولو ببین، از روش وضعیت خونه آخر رو حدس بزن. شربت مداری خونه اولو واسش بگو. اکنون این سوال به گونه‌ای جدی از مسئولان محترم عرصه دیپلماسی و مذاکره کننده ایران اسلامی در میان است که آیا متوقف کردن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، آن هم فعالیت‌های مورد درخواست بازخواهانه حریف در مذاکرات ژنو 2 نشانه به اشتباه افتادن و فریب خوردن از لبخندهای مزورانه دشمن نیست؟ نه حاجی نیقلیو، نشونه فریب خوردن نیست، نشونه فلاکت ولی امرته. ظاهرا این بارم عظما دور از چشم تو و تیغ کشای بسیجی قضیه رو چرا خاموش رد کرده، چون داستان زرخورون سیدعلی تو ژنو 3 رو باقی تلویزیونای اونور اینجوری رو کردن. Iran and the West senior administration officials tell CNN are close to an interim nuclear deal that would stop Iran's program from expanding and roll it back in key areas. The proposal would address every aspect of Iran's nuclear program, from uranium enrichment to uranium stockpiles to monitoring of the most secretive military facilities. In return, the West would provide limited sanctions relief, the extent of which the administration has been very careful to downplay. خب نتیجه موشکافانه اینه که سیدعلی در جریان همین گدایی احترام
تک اول زهر رو رفته بالا. با این حساب به قول مرحوم آقا رضا بندازه بالا زهر رو میچینن اون دنبشو. دنبتو بچسب که فاز قیچی کاریه. غنی کنه بمبشو صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرو